دستگاه سیلکور 6 سومبه نیم اتوماتیک واسه ظرفا با قطرها و ارتفاعی مختلف میره واسه تست دستگاه. اینجا قبلا ظرفا رو به صورت دستی گذاشتیم، اپراتور به صورت دستی میذاره. این فایلای کات شدن به صورت دستی قرار میگیره، به این صورت داخل فنتونیا. یه دونه کانسول استارت که بزنیم تایست میاد پایین، بر مبنای تایمی که بهش دادیم فایلا میشه بالا به همه ظرفا و پرون میاره بالا و ظرفا رو اپراتور میتونه برداره. همه به صورت تایمی قابلیت تنظیم داره. اینم میشه نمونه کاریه که انجام شده، قابلیت سیل داره، بسیار زیبا و تمیز. ما بهش بکنیم که قدرت سیلش هم بدونیم چجوریه. نه همینطور، نه همینطور.